شادی زیورنسا محمدعلی و پایان ندارد. این ورق را دلیل برقراری عدالت می داند و بنابر همین محکم گرفته است. این بخش قربان تپه همش طرف بونه که حاضر 100 بار شکرانه میکنم. ای کارمندان شما مینداری ای رادیوی آزادی که دستگیریم کردسته. زیورنسا یک ماه پیش با نشان اعتراض به عمل همسایش که زمینش را از خود و خانهش را ویران کرد میخواست با فرو بردن سرکا خودکشی کند. خبرنگار رادیوی آزادی وقتی رفتن به دهه کلتشور وخش او را در حلقه اقربا و همسایه ها دید. او را از بیمارخانه آورده بودند. طبیبان او را از مرگ نجات دادند. محمدعلی قربان مراد در این گوشه دهه سال 1988 خانه ساخت. زمین ناآباد را آباد کرد و تا دم مرگش در سال 2015 منتظم انداز زمین را می سپرد. اومده هم میدونه همسایه است. همه ایروی خون نباشم، ایروی عدالت، ایروی همسایگری. از زیورنسا محمدعلی 28 ساله که بعد جدایی از شوهر در این خانه میزیست، همسایه دیوار به دیوارش طلب کرد که زمین او را ترک کند. معلوم شد که خانه زیورنسا همچون خواجگی دهقانی اوزار به نام همسایه‌اش ثبت شده است. از اینجا دعوای دادگاهی 3 ساله سر شد. سر سیاست کردم. من تایید کردم. کجای رفتم مراجعت کردم دستگیریم نکردم. وقتی در شهر باختر بود که گفتند خانه‌اش را به خاک یکسان کردند. اول پروش برآوردن، بعد اینه دودری را زدن، بعد یادم پس بعد خانه را با کوال چپا کردن و سوزاندن. تعیینات رئیس دادگاه ولایت ختلان از 24 می به دادگاه وخش رسیده است و آن را همان روز گرفتند. لیکن با این نگاه نکرده سود ناحیه وخش جوچیان سود ناحیه وخش خلاف همین قانون عمل کرده، خانه را با ذمه همون تاجیکوف اوروز وای کرد، فرزندوش خاطی همسایه‌اش خاطی اومده چپا کرده. علیم خان تاجیوف پسر صاحب ملک نو را در اینجا یافتیم و به ما گفت در این حدود باغ بنیاد میکنند. جوانان باغ تشکیل میکنند. دیگه هیچ نمیکنند. میگوید ولنگار کردن خانه زیورنسا قانونی بود. قانون چی است ما همراه گپ زده استیم. ای خانم گلیش نگپ زده نیستیم. بعد از آن که از حیات این زن گزارش رادیوی آزادی نمایش داده شد، تاجیکان از خود تاجیکستان و بیرون از آن در شبکه‌های اجتماعی از ظلم دیدن زیورنسا صدا بلند کردند. تفتیش شد، دوباره شد و دستگیریم کردن. ای تمام جا زنگ زدن من. ای حالم به خبر شدم. چی حال داری گفتم میپرسیدن من. تا این روزه نمیپرسیدم. رئیس ناحیه وخش با یک قرار زمین را که او به خود منسوب میدانست از خواجگی دهقانی اوروز گرفته به صاحب قبلیش یعنی خواجگی زادپروری مشعل برگرداند. زیورنسا میگوید این تنتنه عدالت است، هرچند جبران خانه‌ای ویران شدهش او را نگران کرده است.